کتابخانه نیمه شب، نوشته مت هیگ، با صدای شیرین سفری. فصل 15. بیداری. 1 دقیقه و 27 ثانیه از نیمه شب گذشته بود و نوراسید با بالا آوردن روی لحافش از بازگشت غیرمنتظرش به زندگی خبر داد. زنده بود، اما به سختی. احساس خفگی، خستگی، خشک شدن آب بدن، تقلا، لرز، سنگینی، توهم، درد قفسه سینه و دردی شدیدتر در سرش احساس میکرد. بدترین زندگی ممکن را تجربه میکرد. اما دست کم زندگی بود و زندگی دقیقاً همان چیزی بود که او میخواست. بیرون آمدن از تخت برایش سخت و شاید هم غیر ممکن بود. اما میدانست باید سر پا بایستد. هر طور بود موبایلش را برداشت. اما بی اندازه سنگین و لیز به نظر می رسید. در نتیجه از دستانش افتاد و به جایی دور از چشمش لغزید. در حالی که تلو خوران از اتاق خارج می شد، خرخر کنان گفت: کمک! راهرو شبیه یک کشتی گرفتار در طوفان این سو و آن سو می رفت. اما پیش از آن که از هوش برود به در رسید. زنجیر در را باز کرد و با تلاش فراوان موفق به باز کردن آن شد. لطفاً کمک کنید. نورا متوجه بارش باران نبود. با پیژامه استفراغیش از همان پله‌ای که اش دیروز روی آن ایستاده بود و خبر مرگ گربه‌اش را به او داده بود عبور کرد. کسی آن اطراف بود. نمی‌توانست کسی را ببیند. سپس گیج و لنگان به سمت خانه آقای بنرژی حرکت کرد و در نهایت موفق شد زنگ در خانه را به صدا درآورد. به یکباره دسته نوری از پنجره جلویی بیرون ریخت. در باز شد. آقای بنرژی عینک نزده بود. شاید چون دیر وقت بود و شاید هم با دیدن نورا در این وضعیت کمی گیج شده بود. ببخشید آقای بنرژی، من یک کار خیلی احمقانه کردم. بهتر آمبولانس خبر کنید. اوه خدای من، چی شده؟ لطفاً. در این لحظه نورا خود را مجاز دانست با شدت روی پادری آقای بنرژی بر زمین بیفتد و بیهوش شود. آسمون داره تاریک میشه. سیاهی به آبی آسمون چیره میشه. اما ستاره ها هنوز با شهامت می درخشن. آن سوی ناامیدی. سارتر جایی گفته بود زندگی درست در آن سوی ناامیدی آغاز می شود. باران بند آمده بود. داخل بیمارستان روی تخت نشسته بود. داخل بخش بود و چیزی خورده و حالش خیلی بهتر بود. کادر پزشکی از نتایج آزمایش‌های او راضی بودند. مسلماً درد شکمی دور از انتظار نبود. نورا سعی کرد با بیان این موضوع که پوشش معده هر چند روز یک بار خودش را ترمیم می کند، این موضوع را از اش شنیده بود. پزشکان را تحت تاثیر قرار دهد. سپس پرستاری روی تخت در کنار نورا نشست و از روی کاغذهایی که در دست داشت با دقت سوالاتی درباره وضعیت روانی او کرد. نورا تصمیم گرفت تجربه کتابخانه نیمه شب را فقط برای خودش نگه دارد و حرفی از آن نزند. زیرا تصور می کرد اشاره به این موضوع نتیجه خوبی ندارد. منطقی بود که گمان کند حقایق ناشناخته جهانهای موازی احتمالاً جایی در خدمات درمانی سرویس بهداشت ملی نداشت. احتمالاً این سوال و جوابها به مدت 1 ساعت طول کشید. سوالاتی درباره داروها، مرگ مادرش، ولتس، از دست دادن شغلش، دغدغه‌های مالی و تشخیص افسردگی موقعیتی. پرستار پرسید: قبلا هم همچین کاری کردی؟ نه تو این زندگی. حالا چه احساسی داری؟ نمیدونم، یکم عجیبه، اما دیگه نمیخوام بمیرم. پرستار گفته‌های او را در پرسشنامه ثبت کرد. بعد از رفتن پرستار، نورا از پنجره حرکت آهسته برگ‌های درختان در باد ملایم عصرگاهی را تماشا کرد. ترافیک در ساعت شلوغی به آهستگی به سمت جاده کمربندی تغییر مسیر میداد. به جز درختان، ترافیک و ساختمان‌هایی با معماری نه چندان چشمگیر، چیز دیگری وجود نداشت. این زندگی بود. اندکی بعد پست مربوط به خودکشی‌اش را از شبکه‌های اجتماعی پاک کرد. در آن لحظاتی که احساسی خاص و واقعی داشت، متن دیگری نوشت با عنوان آنچه یاد گرفتم. نوشته ی هیچ کسی که همه کس شد. آنچه یاد گرفتم. نوشته ی هیچ کسی که همه کس شد. افسوس خوردن برای زندگی‌هایی که تجربه نکردیم آسونه. مثلا کاش استعداد دیگری رو پرورش میدادیم. یا پیشنهاد دیگه‌ای رو قبول می‌کردیم. اینکه آرزو کنیم ای کاش بیشتر کار می‌کردیم، بهتر عاشق می‌شدیم، وضعیت مالیمون رو هوشمندانه مدیریت می‌کردیم، محبوبیت بیشتری داشتیم،
تو گروه موسیقی میموندیم، به استرالیا میرفتیم، پیشنهاد قهوه رو قبول میکردیم یا بیشتر به یوگای لعنتی میچسبیدیم، خیلی آسونه. نداشتن دوستانی که هرگز نبودن یا کارهایی که انجام ندادیم و همسر و بچه‌هایی که نداشتیم آسونه. خیلی سخت نیست خودتون رو از دریچه یه چشم دیگران ببینید و آرزو کنید ای کاش یه زیبابین شامل تمام نسخه‌های خودتون بودید و میتونستید بنا به خواسته دیگران مدام تغییر کنید. حسرت خوردن تا پایان زندگی آسونه. اما مشکل اصلی حسرت زندگی‌هایی نیست که تجربه نشده، بلکه مشکل خود حسرته. حسرت ما رو پژمرده میکنه و انگار بدترین دشمن ما آدماست. نمیتونیم بگیم نسخه‌های دیگه از خودمون بهتر یا بدترن. درسته زندگی‌های دیگه‌ای هم داره به صورت همزمان اتفاق میفته، اما خود شما هم هستید و این چیزیه که باید روش تمرکز کنید. مسلماً ما نمیتونیم هر جا باشیم، هر کسی رو ملاقات کنیم و تمام شغل‌ها رو تجربه کنیم. با وجود این، تجربه‌هامون تو زندگی‌های مختلف هنوز وجود دارن. لازم نیست برای چشیدن طعم پیروزی تمام بازی‌ها رو امتحان کنیم و همینطور برای درک موسیقی به تمامی قطعات موسیقی موجود در جهان گوش بدیم. لازم نیست برای لذت بردن از شیره انگورای مختلف تمام یه تاکستان رو بچشیم. عشق، خنده، ترس و درد همه جای دنیا یه شکل هستن. فقط باید چشمامون رو ببندیم و از طعم اون نوشیدنی که در مقابل ماست لذت ببریم. و وقتی آهنگی پخش شد بهش گوش بدیم. ما به اندازه زندگی‌های دیگه زنده هستیم و همون احساسات رو در اختیار داریم. ما باید فقط یه نفر باشیم و تنها به یه زندگی احتیاج داریم. لازم نیست برای تبدیل شدن به هر چیزی به هر کاری تن بدیم. چون ما حالا هم نامحدودیم. تا زمانی که زنده هستیم آینده‌ای سرشار از احتمالات متفاوت در انتظار ماست. بنابراین بیایید با آدمایی که در این زندگی هستن مهربون باشیم. گاهی از جایی که هستیم نگاهی به اطراف بندازیم. چون هر جا که باشیم آسمون همین رنگه. دیروز میدونستم آینده‌ای ندارم. محال بود مثل الان این زندگی رو بپذیرم. اما امروز همین زندگی آشفته سرشار از امیده. شاید غیر ممکن با بودن ممکن میشه. ممکنه زندگی من به طرز معجزه‌آسایی از درد و ناامیدی و غصه و دلشکستگی و مشقت و تنهایی و افسردگی آزاد بشه؟ نه. اما آیا من میخوام زنده بمونم؟ بله. 1000 بار بله. زیستن در برابر فهمیدن. چند دقیقه بعد برادرش به دیدن او آمد. پیام صوتی نورا را شنیده و حدود 7 دقیقه بعد از نیمه شب این پیغام را برای او ارسال کرده بود. خواهر خوبی؟ بعد از اینکه از بیمارستان با او تماس گرفتند با اولین قطار لندن آمد. هنگامی که در ایستگاه سنت پانکراس منتظر بود، آخرین نسخه مجله نشنال جئوگرافیک را برای او خریده بود. در حالی که مجله را در کنار تختش قرار میداد به نورا گفت: قبلا این مجله رو دوست داشتی؟ هنوزم دوست دارم. نورا از دیدن او خوشحال بود. ابروهای پرپشت و لبخند ناراضیش درست مثل قبل بود. کمی ناجور راه میرفت. موهایش از دو زندگی آخری که نورا او را دیده بود بلندتر بود. جو گفت: ببخشید، این چند وقته از وسایل ارتباطی استفاده نکردم. اما نه به اون دلایلی که راوی گفته بود. من دیگه حتی به لابیرنت فکرم نمی کنم. از لحاظ روحی حال خوشی نداشتم. من بعد از مرگ مامان با کسی آشنا شدم و جدایی خیلی بدی داشتم. این اواخر دلم نمیخواست نه با تو و نه با هیچ کس دیگه‌ای درباره این موضوع صحبت کنم. فقط دلم میخواست مشروب بخورم. خیلی مشروب میخوردم. این یه مشکل جدی بود اما برای حلش کمک گرفتم. چندین هفته است به مشروب لب نزدم. بعضی وقتا باشگاه میرم. کراس ترینینگ کار میکنم. جویی بیچاره. واسه به هم خوردن رابطتون و همه چیز متاسفم. با لحنی خوشایند گفت: خواهر تو همه چیز منی. میدونم قدرتو ندونستم. میدونم دوران کودکی همیشه بهترین نبودم. اما منم دنبال گرفتاریای خودم بودم. مجبور بودم به میل پدر رفتار کنم. میدونم برای تو آسون نبود. اما برای منم همینطور. تو توی همه چیز خوب بودی. مدرسه، شنا، موسیقی. من نمیتونستم با تو رقابت کنم. تازه پدر رو که میشناختی. من مجبور بودم طبق تعریفش از مرد بودن نقش بازی کنم. جو آهی کشید.
عجیبه، اما احتمالاً هر کدوم از ما این خاطرات رو به شکل متفاوتی به ذهن سپردیم. ترکم نکن. باشه؟ اینکه از گروه بیرون اومدی یه موضوع دیگه است. اما لطفاً از زندگی کنار نکش. نمیتونم از پسش بر بیام. نورا گفت اگه تو ترکم نکنی منم نمی‌کنم. من جایی نمیرم، مطمئن باش. نورا به یاد آورد که چطور غم و اندوه خبر اووردوز جویی در سائو پائولو او را از پای درآورده بود. نورا از برادرش خواست تا او را در آغوش بگیرد و او اطاعت کرد و نورا با لذت گرمای وجود برادرش را حس کرد. نورا گفت ممنون که می‌خواستی به خاطرم بپری توی رودخونه. چی؟ همیشه فکر می‌کردم این کارو نکردی اما می‌خواستی بپری. بقیه جلوتو گرفتن. ممنونم. او ناگهان متوجه منظور نورا شد. شاید آگاهی نورا از این مسئله در حالی که با فاصله از او شنا می‌کرد او را گیج کرده بود. آهان، عاشقتم. بچه‌ای به مغزی بودیم. جو حدود 1 ساعت از بیمارستان بیرون رفت. کلیدها را از صابخانه گرفت و لباسها و تلفن همراه خواهرش را برداشت. نورا دید ایزی پیغامی فرستاده بود. ببخشید دیشب یا امروز صبح جوابتو ندادم. دلم می‌خواست یه مناظره درست حسابی داشته باشیم. مثلا درباره تز، آنتی تز، سنتز و همینجور چیزا دیگه. چطوری؟ دلم برات تنگ شده. حدس بزن چی شده؟ دارم به این مسئله فکر می‌کنم که ماه ژوئن برگردم انگلستان. واسه همیشه. دلم برات تنگ شده دوست من. تازه یه عالمه عکس نهنگ گوشپشت داره واسط میاد. نورا بی اختیار از سر خوشحالی چیزی گفت. در جواب پیغامی برای ایزی فرستاد. جالب بود. با خود اندیشید که چطور زندگی نگرش جدید در اختیارتان قرار می دهد و منتظر می ماند تا شما آن را درک کنید. به صفحه فیسبوک مرکز بین‌المللی تحقیقات قطبی نگاهی انداخت. عکس زنی، هم اتاق اینگرید، در کنار پیتر، سرپرست گروه تحقیق وجود داشت که با استفاده از یک وسیله اندازه‌گیری ضخامت لایه یخ سطح دریا را اندازه می گرفت. در صفحه لینک مقاله‌ای وجود داشت با عنوان تحقیقات بین‌المللی قطبی مؤید این نکته است که در دهه اخیر دمای هوا در مناطق قطبی از همیشه گرمتر بوده است. نورا لینک مقاله را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت و زیر عکس نوشت به کار ارزشمندتون ادامه بدید. سپس تصمیم گرفت زمانی که پولی به دست آورد آن را اهدا کند. با مرخص شدن نورا موافقت شد. برادرش یک تاکسی اینترنتی گرفت. در حالی که از پارکینگ خارج می شدند، نورا اش را دید که با ماشین به بیمارستان وارد شد. احتمالاً شبکار بود. در این زندگی ماشین دیگری داشت. با وجود اینکه نورا به او لبخند زد، اش او را ندید. نورا امیدوار بود که او خوشبخت باشد. کاش در این شیفت فقط یک جراحی ساده کیسه صفرا داشت. شاید روز یکشنبه به بدفورد میرفت و مسابقه 2.5 ماراتن او را تماشا میکرد. شاید. داخل ماشین برادرش به او گفت به دنبال کارهای پروژه‌ای است. دارم فکر میکنم برم دنبال صدا برداری. نورا از شنیدن این موضوع خوشحال شد. خب من فکر میکنم که باید این کار را انجام بدی. فکر میکنم ازش خوشت میاد. نمیدونم چرا ولی احساسم اینو به هم میگه. باشه. منظورم اینه که شاید یه ستاره راک جهانی بودن جذابیت بیشتری داشته باشه. اما این کار کم خطرتره. متقاعد کردن جویی کار شاقی بود و او کاملا حرفای نورا را باور نکرد. اما لبخند زد و سرش را تکان داد. در واقع یه استودیو توی همرسمیته که صدا بردار میخوان. 5 دقیقه با خونم فاصله داره. میتونم پیاده برم. همرسمیت؟ آره خودشه. منظور چیه؟ منظورم اینه که خیلی خوبه. همرسمیت، صدا بردار. به نظر خوشبخت میشی. جو به نورا خندید. باشه نورا. یادت درباره باشگاه باهات صحبت کردم؟ دقیقاً کنار استودیوه. چه خوب. اونجا یه همخونه پیدا کردم. اسمش ایوانزه. دکتره. اونم تو کلاس کراس ترینینگ شرکت میکنه. هنگامی که به خانه شماره 33 خیابان بنکرافت رسیدند، برادرش لبخند زد. نورا پول و کیف پولی به همراه نداشت و جویی کرایه را حساب کرد. آقای بنرژی کنار پنجره نشسته بود و مطالعه میکرد. نورا دست برادرش را گرفت. میدانست توضیح قانع کننده‌ای برای اتفاقات اخیر نداشت. سپس گفت: جو به حرفام گوش کن. یاد صحبت‌های ضد فلسفی خانم علم در کتابخانه افتاد. لازم نیست زندگی رو بفهمی. فقط باید زندگی رو زندگی کنی.
در حالی که برادرش به سمت خانه راه افتاد، نورا به خانه‌های تراسدار، تیرهای چراغ برق و درختان زیر آسمان نگاهی انداخت و از بودن در آنجا چنان حیرت کرد که گویی برای اولین بار این منظره را می‌دید و نفس در سینه‌اش حبس شد. شاید در یکی از این خانه‌ها اسلایدر دیگری زندگی می‌کرد. کسی که در سومین یا هفدهمین و شاید در آخرین نسخه زندگیش بود. باید مراقبشان می‌بود. به خانه شماره 31 نگاه کرد. هنگامی که آقای بنرژی از پنجره نورا را سالم و سرحال دید، حسابی به وجد آمد. او لبخندی زد و بی صدا با حرکات لب و دهانش چیزی شبیه به متشکرم گفت. گویی صرفاً زنده بودن نورا مسئله‌ای بود که باید به خاطرش شکرگزار می بود. فردا نورا پس از تهیه اندکی پول به گل فروشی می رفت و گیاهی برای باغچه‌اش می خرید. شاید دیجیتال سرخ. نورا مطمئن بود او دیجیتال سرخ دوست داشت. نورا در جواب آقای بنرژی بوسه‌ای فرستاد و گفت: نه آقای بنرژی، من متشکرم. برای همه چیز ممنونم. حالا آقای بنرژی لبخند پررنگی بر لب داشت و محبت و دلواپسی در چشمانش موج می‌زد. حالا نورا به یاد آورد محبت کردن و محبت دیدن چگونه است. در حالی که پشت سر برادرش به قصد تمیز کردن آپارتمانشان به راه افتاد، نگاهی به گل‌های زنبق باغچه آقای بنرژی انداخت. قبلا ارزشی برایشان قائل نبود، اما حالا با دیدن زیباترین رنگ ارغوانی عمرش مسحور شد. گلها نه فقط مجموعی از رنگها بلکه بخشی از یک زبان بودند که لحنی با شکوه از جنس گیاهان داشتند و به قدرتمندی قطعات شوپن بودند و در سکوت اباحت خیره کننده زندگی را منعکس می‌کردند. آتشفشان. فهمیدن اینکه جایی که از آن گریخته اید دقیقاً همان است که می‌خواهید به آن برسید، مکاشفه‌ای حقیقی است. اینکه زندان نه یک مکان بلکه نوعی تفکر است. دستاورد منحصر به فرد نورا این بود که از میان تمام نسخه‌های متفاوت زندگیش بیشترین تغییرات در زندگی خودش اتفاق افتاده بود. همانجا که آغاز و پایان ماجرا بود. این تغییرات اساسی و مبهم به واسطه ثروتمند و موفق و مشهور شدن یا بودن در میان یخچال‌های طبیعی و خرس‌های قطبی اسوالبارد ایجاد نشده بود، بلکه این تغییرات با بیدار شدن در همان تخت خواب و آپارتمان نمور و کثیف، با همان کاناپه کهنه و گیاه یوکا و 3 کاکتوس توپی کوچک و همان قفسه کتاب‌ها و کتاب خودآموز یوگا به وجود آمده بود. همان پیانوی الکتریکی و کتاب‌ها وجود داشت. همان حس اندوهبار بیکاری و جای خالی گربه احساس می‌شد. هنوز هم احساس می‌کرد زندگی پیش رویش مبهم است. اما با وجود این همه چیز متفاوت بود. متفاوت بود چون دیگر احساس نمی‌کرد صرفاً به خاطر تحقق بخشیدن به رویاهای دیگران زنده است. دیگر احساس نمی‌کرد باید صرفاً نقش یک دختر، خواهر، شریک یا همسر، مادر یا کارمندی بی‌نقص را ایفا کند. او انسانی بود که باید پی اهداف خود می‌رفت و مسئول خودش بود، نه چیزی بیشتر. متفاوت بود، زیرا با وجود اینکه بسیار به مردن نزدیک بود، هنوز زنده بود و در میان آن عظمت نه تنها از احتمال کارهایی که می‌توانست انجام دهد آگاه شد، بلکه آنها را احساس کرد. نوت‌ها و آهنگ‌های دیگری هم وجود داشت. او چیزی بیشتر از یک زندگی افسرده همراه با ناامیدی می‌خواست. قدردان این زندگی بود. اینکه میتواند از آسمان درخشان و فیلم‌های پیش پا افتاده رایان بیلی لذت ببرد و از شنیدن موسیقی، ضربان قلبش و گپ زدن حال خوبی پیدا کند. متفاوت بود، زیرا از همه مهمتر کتاب دردناک و ملال‌انگیز حسرت‌ها به خاکستر تبدیل شده بود. سلام نورا، منم دورین. نورا در حالی که مشغول نوشتن آگهی تبلیغاتی کلاس پیانو بود، از شنیدن صدای دورین خوشحال شد. اوه دورین، معذرت میخوام که اون روز به کلاس نرسیدم. اتفاقی که افتاده. نورا بدون آنکه نفسی تازه کند ادامه داد. نمیخوام بهونه بیارم، ولی باید بگم که دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. اگه در آینده بخوای آموزش پیانوی لئو رو ادامه بدی، من همون جایی که باید باشم میمونم. ناامیدت نمیکنم. اگه دوست نداشته باشی که من معلم لئو باشم کاملا درک میکنم. اما میخوام بدونی که لئو استعداد فوق‌العاده‌ای داره و میدونه چطور پیانو بزنه. میتونه با اون یه کاری واسه خودش دست و پا کنه. میتونه در نهایت به کالج سلطنتی موسیقی بره. فقط میخوام بگم اگه درس موسیقی رو با من ادامه نمیده، احساس میکنم باید یه جای دیگه ادامهش بده. همین.
یک سکوت طولانی. چیزی بجز صدای نفس از پشت تلفن شنیده نمیشد. سپس نورا عزیزم، مشکلی نیست. این همه توضیح لازم نیست. موضوع اینه که ما با هم دیروز توی شهر بودیم. داشتم برای ژل شستشوی صورت می‌خریدم که گفت هنوز دلم میخواد پیانو بزنم. میشه؟ تو فروشگاه بوتس این حرفو بهم زد. میشه از همون جایی که هفته پیش تموم کردیم دوباره ادامه بدیم؟ واقعاً؟ فوق‌العاده است. آره باشه، واسه هفته آینده. نورا بعد از اینکه تلفن را قطع کرد پشت پیانو نشست و آهنگی را که قبلا هرگز نزده بود نواخت. این آهنگ را دوست داشت و عهد کرد تا برای آن شعری بگوید. شاید ترانه‌ای درست حسابی از آن در می‌آورد و آن را در اینترنت قرار می‌داد. شاید بیشتر شعر می‌گفت. شاید هم کمی پس‌انداز و برای کارشناسی ارشد اقدام می‌کرد. شاید هر دوی این کارها را انجام می‌داد. چه کسی می‌دانست؟ در حالی که پیانو می‌زد چشمش به آن صفحه از مجله‌اش افتاد. همان که جو برایش خریده و تصویر آتشفشان کارکاتوهای اندونزی در آن چاپ شده بود. پارادوکس در این بود که آتشفشان همزمان سمبل نابودی و زندگی بود. با سرد و سفت شدن گدازه‌های آتشفشانی به مرور زمان خاکی حاصل خیز به دست می آمد. او به این نتیجه رسیده بود که دیگر سیاه‌چاله نیست. او آتشفشان بود و مثل یک آتشفشان نمی توانست از خودش بگریزد. باید همانجا می ماند و از این زمین بی حاصل مراقبت می کرد. می توانست در وجود خودش جنگلی بیافریند. چطور پایان یافت؟ خانم الم نسبت به کتابخانه نیمه شب بسیار پیرتر بود. موهای خاکستریش کاملا سفید و کم پشت شده بود. صورتش خسته و پرچین و چروک و روی دستهایش بر اثر کهولت سن لکه‌هایی ظاهر شده بود. اما همانند آن سالها در کتابخانه مدرسه هزلدون شطرنج بازی چیره دست بود. در خانه سالمندان اوکلیف شطرنج وجود داشت. اما باید دستی به سر و روی آن کشیده میشد. خانم الم به نورا گفت اینجا هیچکس شطرنج بازی نمیکنه. خیلی خوشحالم اومدی منو ببینی. غافلگیر شدم. خب خانم الم اگه شما بخواید میتونم هر روز بیام. لوئیس، لطفاً منو لوئیس صدا کن. خب تو هیچ کار دیگه ای نداری که انجام بدی؟ نورا لبخند زد. با وجود اینکه همین 24 ساعت قبل از نیل خواسته بود تا آگهیش را در مغازه استرینگ تئوری نصب کند، حالا افراد بیشماری مایل بودند تا او به آنها موسیقی آموزش دهد. من پیانو درس میدم. هر سه‌شنبه برای کمک به پناهگاه بیخانمانا میرم. اما همیشه 1 ساعت وقت دارم و اگه بخوام صادق باشم باید بگم کسی رو ندارم تا باهاش شطرنج بازی کنم. لبخند بیرمقی بر لبان خانم الم نشست و گفت این خیلی خوبه. سپس از پنجره کوچک اتاقش به بیرون خیره شد و نورا هم به همان نقطه چشم دوخت. مردی با یک سگ آنجا بود که نورا او را شناخت. دیلان سالی را برای گردش آورده بود. همان سگ عصبی که بدنش با آتش سیگار سوخته بود و از نورا خوشش می آمد. آیا صاحبخانه با وجود اینکه اجازه نگهداری از گربه ها را داده بود، راضی بود که نورا یک سگ نگه دارد؟ اما باید تا زمانی که کرایه خانه را تهیه می کرد منتظر می ماند. خانم الم گفت بودن در اینجا باعث تنهایی میشه. اینکه فقط اینجا بشینی. احساس می کردم بازی تمومه. مثل یه شاه تنها وسط صفحه شطرنج. میدونی نمیدونم منو چطور یادته. اما بیرون از مدرسه من همه رو ناامید کردم. همیشه آدم آرومی نبودم. کارایی انجام دادم که حسرتشونو میخورم. همسر بدی بودم و همینطور همیشه مادر خوبی نبودم. بقیه یکم ازم ناامید شدن و من اصلا سرزنششون نمی کنم. خب با من مهربون بودید خانم لوئیس. تو دوران مدرسه که روزای سختی داشتم همیشه میدونستید چی بگید. تو دوران سخت مدرسه همیشه میدونستید چطور آرومم کنید. خانم الم گفت متشکرم نورا. حالا دیگه تو صفحه شطرنج تنها نیستید. یه سرباز اومده تا بهتون ملحق بشه. تو هیچ وقت سرباز نبودی. خانم الم مهرش را حرکت داد. یک فیل که به سمت خانه امتری حرکت کرد. لبخندی گوشه لب خانم الم پدیدار شد. نورا گفت دارید بازی رو میبرید. برق زندگی در چشمان خانم الم درخشید. خب همین قشنگه. مگه نه؟ هیچ وقت نمیدونی چطور تموم میشه. نورا لبخند زد و در حالی که به تمامی مهره‌هایش خیره شده بود به حرکت بعدیش فکر میکرد.